چند سال پیش، تقریبا 5-6 سال پیش بود. من زیاد اون موقع وضعم خوب نبود که بتونم به پدر و مادرم زیاد کمک میکردم. از اول همیشه به پدر و مادرم کمک میکردم، ولی به اندازه وسع خودم، چون کارگر بودم، پول کمی داشتم، زیاد کمکم به چشم نمیومد. یه روز مادرم اومد تو اتاقم، من گفت پسر یه خورده پول داری بهم بدی، من میخوام واسه شام گوشت شکرده بگیرم، پول ندارم فلان. من اون لحظه عصبانی شدم با مادرم. بعد صحبت کردم، گفتم مامان مگه میشه پول گوشت شکرده نداشته باشیم؟ پول گوشت شکرده هم از من میخوای فلان. مادرم اون لحظه قلبش شکست، دلش شکست، ناراحت شد. من از وجدان گرفتم. بعد چند دقیقه رفتم به مادرم گفتم مامان منو ببخش، من اون حرفو باهات زدم، یه خورده بهش پول دادم. بعد دیدم مادرم داره گریه میکنه. گفتم مامان چیه فلان. گفت پسر منو ببخشی، من شرمنده شما شدم، شرمنده تو شاهین شدم. خدا من لعنت کنه باعث شدم مادرم این حرفو بزنه.